اگه کف خونت رو اشتباه سیمانکاری بکنی، نه تنها پولت میسوزه بلکه کل بازسازیت میره رو هوا. این 5 نکته رو بدون، مثل حرفه‌ای اجرا کن. 1 شیب درست. اول شیب رو مشخص کن. آب باید دقیق بره به سمت کفشور. یه اشتباه یه عمر دردسر. 2 کرم بندی. کرم ها ستون های تراس هستن. بدون اون کفسازیت بی‌هویته. 3 خط کرم. با نخ یا لیزر مسیر شمشه کشی رو مشخص کن. این خط زندگی کفسازیه. 4 پر کردن بین کرم ها. ملات رو درست بریز. با شمشه صاف کن، نه شل، نه سفت. دقت یعنی دوام. و آخرین مرحله کنترل نهایی. با تراز و ماله سطح رو چک کن. اینجا جاییه که حرفه‌ای‌ها تفاوتشون رو نشون میدن. اگر دنبال بازسازی اصولی هستی، اینجا آموزش تخصصی داریم. سیو کن، کامنت بذار، سوالتو بپرس. اینجا جاییه که اشتباهات نمیمونه.